السلام علیکم عزیزای دل، انشالله جور تیار باشید. ما که فضل خدا خوب هستیم، شما هم انشالله خوب باشید. واقعیت دوستا هوا خوب است. ما که خودی من میتونه یک ذره هوای سرد دوست دارم. بسیار هوا میتونه منظم دلنشین است. شب روز عید است، اما کریسمس که است خو عید از اینا میشه. همون رقم که ما هم 3 روز عید داریم، اینا هم که است 3 روز عید داره. در اینجی کلا بیروبار هر کی یکم چیز آورده در بازار که بفروشه. در بیروبار بازارم که میگیرین ماشاءالله خیلی بیروبار داره. دیگه هم عید از اینا هم کریسمس عید میشه و هم سال نو که 2023 خلاص میشه، مورد 2024 شروع میشه دیگه. اینا که هست تمام هم خریداری عید خود میکنه، هم خریداری سال نو. چون از ما نوروز یک وقت میآید، عید یک وقت میآید، از اینا هر دوتایشی به یک جای میآید. باز که هست مردم هم بخاطر بیروبار زیاد داره. بیروباری میگه اینجا قبل بیروباره که آدم اگه چند نفر باشه هم دیگر خود گم منه. اگه که یک ریزه میزه قد آدم باشه باید از دی چیله نکنه که اگر یک دفعه به یک دکان یا قد یک گرد شده رفت دیگه رفته گم شده. خلاص یک سال شده برای سویدنی و واقعا خیلی خود شانسه. هر سال که است یعنی نسبی عید که میشه دیگه، اگر قبلا هم بعد زده باشد یعنی وقت باران منه. این سال برای شو عیدش یعنی برد زده خیلی خوب. یعنی قد عید اینا خیلی هم برد خوب میاد. چراغان مونه و یکی از چیزای دکریشن مثلا عیدی مونه باز برایش خیلی خوب میاد. سال 2023 تیر کردین، اما سال هر رقم بود تیر شد، خوب بود یا بد. سال 2024 مال تصمیم بگیریم که یک سال خوب باشه برای شما، چیزای خوب رخ بیاید در زندگی شما. ما که از ما تیر شد خوب بود، نه بد بود نه خوب بود، ولی زیاد سال خوب نبود برای خودم. 2023 انشالله 2024 برای ما یک سال خوب شه دیگه. زندگی هر چیز در یک سال رخ میده، چیزای خوب چیزای بد. سال دیگه بعضی سالا برای آدم خوب ساله، برای بعضی سالا زیاد سال خوب نیه. واقعیتای خوب که رخ نمیده آدم دیگه کاری که نمیتونه به جز صبر و حوصله. صبر و حوصله کنه. ما از خیلی کسا رو میشناسیم خدایشی دوستا هست که خیلی چیزای خوب رخ داده برایش، یعنی سال که گذشت. اما بعضی هست که واقعا سال خوب نبوده برایش، بسیار یک سال سخت و خسته کن بوده دیگه. زندگی از هر کی فرق مونه، از بعضی خوب است از بعضی خوب تیر نمیشه سالش. همیشه ما امیدواری خیره میله نکنه، امیدوار باشد، کوشش کنه در زندگی خود. یک سال کنال آدم پیشروی داره تصمیم بگیره که ما مثلا چی کارا بخوایم انجام بدیم. هم دو اول سال خوب است که تصمیم بگیره چی کارا رو میخوای انجام بده، که یک ذره برنامه ریزی داشته باشه برای سال. یک کاغذ قلم بگیره و بنویسه که مثلا چی کارا میخوای انجام بده، همون کارا رو در کاغذ قلم بنویسه و از روی همون برنامه خود پیش بره. او رقم یک ذره آسانتر میشه که در زندگی و کار خود بده. بله عزیزای دل، روزم که شد خلاص مینال آستا مورم طرف خانه و روز خوب بود، خدایش بد نبود. ما آمدم از بیرون دیدن کردم از جمع جوش مردم، از خریداری مردم و از روز آخری سال و شوای عید هم که یک سرجم کلان دیدن کردم. هم که یک روزی خوب بود، جمع جوش مردم هم زیاد بود ماشاءالله. انشالله شما هم دوستا در هر آرزوی دارین، در هر
فکری که دارین برسیم به این سال جدید، انشالله سال جدید یک قدم نیک بگیرین برای خود و یک تصمیم های جدید بگیرین، فکرهای جدید برای زندگی خود کنین. زندگی است که ادامه داره، هر کی یک شوق علاقه داره در هر چیزی که داره انشالله در اونا برسه و برایش تلاش کنه، چون این چیز بدون تلاش در دست نمیایه. هر چیزی که تلاش کردی آخر در دستت میایه. و همین سال جدید قدمش را نیک بگیرین برای خود و زحمت بکشین، کوشش کن، برنامه ریزی کن و از تمام چیز مهمه که کوشش کن یک زندگی سالم داشته باشین و خوش باشین دوستای عزیز.